سلام بچه خوش اومدین به این ویدیو. تو این ویدیو میخوام بهتون که ساده‌ترین فرمای آهن رو بهتون آموزش بدم که خیلی هم آسونه و کار زیادی هم نداره. فقط و بزنید بریم. و قبل از شروع ویدیو لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه و اگه اون زنگوله هم بزنید هر وقت ویدیو گوشه میتونی با خبر بشی. بچه شما اول باید 120 بلاک از هر ویلیجی دور باشین، نمیتونه بیشتر هم باشه و دورتون هم غار نباشه و تا آیرون گالم جای دیگه اسپان نشه. و شما اول و بعد وسایل مورد نیاز یه باکت لاوا، 2 باکت آب که من یه باکت گذاشتم، 2 تا چست، 4 تا هاپر، 20 تا شغل فرشین تیبل، 20 تا تخت، 20 تا ویلیجر و یه استکم بلاک. بچه شما اول باید این 5x5 بکنین. 1 2 3 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 و حالا ما تبدیل میشه به یه مربع 5x5. بچه ما اینجا رو میکنیم. حالا بچه ما 6 تا میریم پایین. 1 2 3 4 5 6 تا و ما هر طرف باید 6 تا بریم پایین. میکنیم. بچه من اینجا رو خاموش کنم بکنم و بیام. بچه وقتی ما اینجا رو کندیم باید مجموع ارتفاعش 7 تا بلاک باشه. 1 2 3 4 5 6 و 5x5. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. بچه ما اینجا رو میکنیم، از هر طرفی بلاک میکنیم. بچه ما این گوشه ها رو میذاریم میمونه، گوشه های اینجا رو به این صورت. و این طرف هم میکنیم و این بس ستون میشه دیگه. ستون رو میذاریم و بچه از هر طرف هم اینجوری تخت میذاریم. بشینه یکی دیگه کنم اینجا اشتباه شد و یکی دیگه هم اینجا، یکی دیگه هم اینجا. آسون ترش اینجوری میشه. آره همینجوری آسون تر. یه بار نخواب اشتباه شد. بخوایم صبح شه بچه اول شبه. حالا اینو میذاریم اینجا. بعد ست پوینت حتی تخت رو باید بکنیم. مشکل میشه که دیگه ویلیجرها تخت رو نتونن چیز بگیرن و مشکل میشه براتون. و بچه اینا مجموع بشن 8 تا. یعنی 1 2 3 4 5 6 7 و 8. و بچه ما این از دو طرف هر طرف 1 2 3 4 و 5 تا میذاریم. از این طرف هم 1 1 2 3 4 5. بچه و سر گوشم میایم اینجا و 2 تا میذاریم. و کارمون تخته تمام شد. 2 بلاک اینجا باید اصلا خالی باشه. 2 بلاک میذاریم و دومی ها باید بیاد بالا و اینجا رو پرش کنیم. کامل باید پر بشه اینجا. پر بشه. اشتباه شد. اینجا رو باید پرش کنیم. خب اینم از بچه ما هر دفعه که انتخاب کردیم از یه طرف 1 2 3 4 5 بلاک وسط بالا رو میکنیم و فرش تیبل رو میذاریم. و روبروش هم باید همین کار انجام بدیم. 1 2 3 4 5 یه دونم بالا. 1 2 3 5 یه دونم بالا. و حالا اون طرف رو که باید 3 تاش کنیم و یه دونه بذاریم بالا این شکلی به این صورت. و روبروش هم دوباره 1 2 تا 3 تا وسطی بالا.
اینا حالا کارمون با این شغل تموم شد و حالا ما 20 تا باید ویلیجر بذاریم. من ویلیجر رو بذارم و بیام. بچه وقتی ما 20 ویلیجر رو گذاشتیم، من باید جای گربه باید اسپان بشه حتما اگه درست گذاشته باشید. و بچه حتما نباید ویلیجراتون بچه یا اون کسایی که لباس تمیز موشن که شغل میگن نباید باشن، چون باید یا بچه باشه یا بزرگ باشه. ولی اگه لباس سبزتون رو بکشین، چون اونا ویلیجر کار بگیر حساب نمیشن، ممکنه فارمتون خراب بشه. و بچه ما از 2 بلاک میشه و سومی رو بلاک میذاریم. بچه چیزی هم که یادم رفت، تورچ هم باید برداریم تا بذاریم این وسط تا زامبی اسمان نشه، ویلیجر به چخ برن. بچه وقتی ما 2 بلاک گذاشتیم یکی 2 تا، وقتی ما گذاشتیم یه ردیف دیگه از این کنارا میکنیم به این صورت. وسط رفت یه بلاک میکنیم. خب بچه ما یه گوشه رو ببین آره رستوران شدش. بچه ما یه گوشه رو انتخاب میکنیم مثلا اینجا 1 2 3 تا میگم بلاکه از اون ویلیجر رو میکنیم. 2 تا اینجا چشم میذاریم. حالا ما روشن میکنیم. حالا ما این هاپرا رو وصل میکنیم به این. بچه بعد میایم اون یکی گوشه رو به روش 1 2 تا 3 تا 4 تا بلاک میذاریم. این بالا رو هم بپوشونیم با برگ. این برگ هم برداریم. برگم برداریم مناسبه یه اسلب طرفدار یه چیزی بذاریم آره هم روی اسفان نشه. ما یه برگ برداریم دور اینجا رو برگ بکشیم. آره گالیم روی این اسفان نشه. ببین هی در اسفان میشه مثلا که فرمون در درست کار میکنه. بچه اگه جایی هم اشتباه کردین ادامه تو کامنت ها بگین تا من بهتون بگم مشکلش چیه. بچه ها اینم از این با این من بکن رو بروز این رو بکشیم دوباره اسفان شده. بچه دو تا هر چیز 2 تا اسپام میشه. بعد 2 تا رو دوباره بکشین دوباره 2 تا اسپام میشه. واسه من اینو بکشمش. این از اینم بکشیم. خانده دوباره اسپام شد. بچه ما این باکت آب رو میذاریم روی این بالایی. این بلاک ها رو میکنیم. آبمون کامل شد. بچه ساین هم نیاز داریم. یه ساین هم برداریم. ساین چند تا ساین 4 تا برداریم. 4 تا نیازه. بعد وایسی میره دوباره داشت میشه یه ذره بیرون بر. اینم از این و این از اون گوشه. باکت لاوا رو حالا ما میخوایم میذاریم اینجا و تموم. این میره اونجا و میسوزه و بچه فاب ما آماده. بچه اینم یه میخوای راحت‌ترم بریم چست رو چستم شیشه بذارین تا چست بتونه باز بشه. وایسی بازه دیگه. شما میتونید نردبون بذارین تا راحت‌تر بیاین و بریم. بچه اگه از این ویدیو خوشتون اومد لایک کامنت سابسکرایب بهتون نره و زنگوله رو فعال کنید. زنگوله رو فعال کنید تا هر وقت ویدیو گذاشتم با خبر باشید. ویدیو بعد خدا نگهدار.